یک ساکن 36 ساله ترسونزاده در غرب تاجیکستان به قتل بیرحمانه همسر 30 سالش در جریان مناقشه اویلوی عیبدار می شود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن شهر ترسونزاده با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. خود این مرد یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع میلیسیا گمان بر شونده 15 می سال 2024 تقریبا ساعت 16:30 در داخل منزل استقامتیشان بنابر سبب خصومت با همسرش زن 30 ساله ساکن شهر مذکور مناقشه نموده با کارد خواجگیداری یک چند مرتبه به عضوهای بدن همسرش ضربه زده است. در نتیجه جبر دیده از سبب برداشتن جراحت‌های وزن جسمانی در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب‌های همسرش را کردباران کردن این مرد معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی تنها گفت از روی این حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد. به ساکن ترسونزاده بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان برای آدمکشی همچون جزا از 8 تا 25 سال زندان تهدید می‌کند.